receive you personally. He was expecting to receive you personally here. تشکیلات جمعیتی صداقت در یکجایگی با نمایندگان تشکیلات تیزدزام آلمان و اینچنین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه دیوشتی 4 اتاق کودکانه نو تعمیر شده را در شعبه جراحی بیمارخانه مرکزی ناحیه دیوشتی مورد بهره برداری قرار دادند. اتاقها در اساس لایحه دسترسی مردم دهات به خدمت رسانی بلندصفت طبی در جمهوری تاجیکستان که از جانب تشکیلات جمعیتی صداقت با دستگیری مالیوی تشکیلات بین المللی از آلمان به مبلغ 25,000 یورو تطبیق می‌گردد و سهم کارمندان بیمارخانه مذکور به مبلغ تقریباً 10,000 سومانی تعمیر کرده شده است. لایحه از 1 اکتبر سال 2021 آغاز شده تا 30 سپتامبر سال 2022 ادامه می‌کند. سفارتخانه آلمان از طرف جمعیت ساختمانی صداقت حجره‌خانه جراحی شعبه جراحی را از تعمیر کلی برآورد. با غیر از آن حاضر 4 تا حجره و درجه عالی با همه شرایطش تعمیر برآورد. حاضر ما در عرفی قبولی صفت تعمیر از طرف مهمانان عالی قدر قرار بدهیم. تشکیلات جمعیتی صداقت تشکیلات غیر تجارتی است که سال 2022 تأسیس یافته است. هدف اساسی تشکیلات بهتر نمودن سطح زندگی مردم دهات توسط فعالیت و همکاری پرثمر می باشد. تشکیلات در دوام 20 سال فعالیت خود با دستگیری تشکیلات‌های گوناگون داناری تقریباً 25 لایحه را در ساحه‌های گوناگون از جمله وسیع نمودن امکانیت‌های زنان و جوانان، سلامتی رپرودوکتیوی، طرز حیاتی سالم در بین جوانان، بلند برداشتن ملکه‌های زبان انگلیسی، اینچنین انفراساختور مؤسسه‌های تندرستی و معارف تطبیق نموده است. این تشکیلات جمعیتی صداقت ما که زیاده از 20 سال این فعالیت برده شده است، تصمیم گرفتیم که روح یاری رساندن و کمتر باشدن برای اقلا تعمیر کنندن بعضی بناها با آنها ما تصمیم گرفتیم و فکر ما آنها قبول کردن و من علاقه زیاده از 2 سال است که به ما یاردم کرده شدن و در شعبه جراحی ناحیه دیوشتیچ فعالیت برده شدن و ما کوشش کرده استادیم که با آنها هم باشد کمی باشد هم حصه تشکیلات جمعیتی خودمان را برای بهبود زندگی مردم علل خصوص ساحه تندرستی حصه خودمان را گذاریم. لایحه دسترسی اهالی دهات به خدمت رسانی‌های بلندصفت طبی در جمهوری تاجیکستان از 2 جزء رشد انفراساختار و آموزشی عبارت است. قسمت رشد انفراساختار تعمیر 4 اتاق نو به استفاده داده شده را در بر گرفته باشد. قسمت آموزشی باشد از 12 سمینار 2 روزه عاید به بیماری‌های کودکان افضلیتناک در بین 45 کارمند ساحه طب از ناحیه دیوشتیچ و استروشن و 4 معرکه اطلاعاتانی عاید به غذای سالم کودک در بین 200 نفر زنهای سنی رپرودوکتیوی از ناحیه دیوشتیچ عبارت است. محترم مستر جورج که ما 2 مرتبه با خود ایستادیم و اگر من چهل که دیده باشن همین تشریف همینا اونده یاردم اینا با روحیه کاری کارمندان رو باز بلندتر کرده است و همین رو گویم که با دستگیری هم تشکیلات های غیر دولتی و هم وزارت تندرستی سطح و صفت خدمت رسانی به مادران و کودکان یک چند مرتبه بلند رفته است و در دههای دورترین زنهای حامله‌دار علیه علامت‌های خطر هم هنگام حامله‌داری و هم هنگام بیماری کودکان علیه میدانند سطح صفتی خدمت رسانی همین دههای دوردست و بهتر شده است. هم مثلا تجهیزات‌های زمانوی و هم یاری تجهیزی که دسترس شده است صفتی همین خدمت رسانی بهتر شده است و برای این به همه که ما همینجا اشتراک داریم هم مقصد یک است برای آینده ملت برای نسل نورس روانه کرده شده است. برای یک بار دیگر تشکری اهل همجشتگی هم حامله‌داران هم کارمندان رو می‌رسانند. هدف اساسی چاره‌بینی‌ها و سمینارهای آموزشی در منطقه‌ها این پیش از همه بلند برداشتن معرفت طبی ساکنان، سری وقت مراجعت نمودن آنها به دکتران و اینچنین دسترسی ساکنان دهات به خدمت رسانی‌های بلندصفت طبی به حساب می‌رود. گزارش مفتونشکر و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.